درس امروزه ما در باب دعاها دعای استخاره هست و این چونین قصه کوتاهک و دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم به مهاجران. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حجة الوداع به نزد سعد ابن ابی وقاص می آیند. سعد ابن ابی وقاص از 10 مبشرین به جنت می باشند، از 10 یاری بهشتی پیامبر که به جنت مژده داده شدند. و سعد در حجة الوداع خیلی بیمار می شوند، و در اطرافشان خویش و تبارشان جمع می شوند، حتی گریه می کنند و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم می آیند. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی می آیند و می بینند که آن سعد مجاهدی که هجرت کرده بود از مکه به مدینه، و سعد از اولین مهاجران هستند که در قهرمانی که در جنگ احد و در جنگ بدر کردن، اگر نگاه کنید یگانه صحابی هستند که پیامبر به سعد میگویند ارمی یا سعد بی ابی و امی، پدر و مادر من فدای تو باشد ای سعد، بزن، یعنی دشمن را بزن. سعد ابن ابی وقاص در همون حجة الوداع خیلی بیمار میشوند، بیماری که حتی میترسن که الله کی سعد از دنیا میگذرن، یعنی مثل بیماری که انسان را به مرگ میکشاند. پیامبر می آیند و میبینند حالت سعد را و پیامبر هم گریان میشوند. در روایت دیگر اومده است که وقتی پیامبر گریان میشوند، خویش و تبار سعد باز بلندتر گریه میکنند، یعنی پیامبر که گریه کردن آنها هم بلندتر گریه میکنند. سپس سعد به پیامبر نگاه کرده میگویند پیامبر الله، حال مرا دیده ایستاده، شاید من با همین بیماری بمیرم. من فقط یک دختر دارم، دیگر فرزند ندارم. آیا من می توانم از 2 قسم مالم را صدقه کنم؟ یعنی فقط که در آن وقت یک دختر داشتن، البته بعد از این صاحب چند فرزند می شوند و نمی میرن. میگن من الان فقط یک دختر دارم، از همون 3 قسم مالم یک قسمش بماند برای دخترم و دیگر میراثگران، 2 قسمش را صدقه کنم. پیامبر میگن نه، این کار رو نکن. سعد میگویند نصف مالم رو صدقه کنم. پیامبر میگن نه، نصفش رو نکن، از 3 یک قسمش رو کن اگر خواهی، از همون از 3 یک قسمش هم زیاد است. و این رو بدون که میراثگیر خود را، همین دخترک خود را پس از مرگت اگر تو پر از ثروت یا گفتیم ثروتمند و گذاری، بهتر است از آن که غم بغل بمانند میراثگران تو و از مردم طلبندگی کنند. و همین رو بدان هر خیری که تو میکنی به خاطر الله به آن ثواب میگیری. حتی خوراکی که به دهان همسرت میگذاری، اگر آن به مقصد رضایت الله باشد، تو به آن ثواب میگیری. یعنی اگرچه یک دختر داشته باشی هم مال زیادت رو صدقه نکن، از 3 یک قسمش آن هم زیاده هست، به وارثان خودت بمان. سپس سعد میگن پیامبر الله، آیا من میمیرم و اصحابم یعنی دوستانم بعد از من میمانند؟ پیامبر میگن هرگز تو نمیمیری، تو حالا عملهای رو انجام میدی به خاطر الله که درجه در نزد الله بالا میشود و تو عمری دراز میبینی. گروه از مردم با بودن تو خیلی فایده میگیرند، گروه دیگر با بودن تو خیلی ضرر میگیرند، البته کافران و منافقان. بعد از این پیامبر دعا میکنند اللهم امضی لاصحاب هجرتهم ولا تردهم علی اعقابهم. میگویند خداوندا هجرت اصحاب مرا، هجرت صحابگان مرا به پایان برسان، نگذار که آنها بعد از هجرت کردن به عقب برگردند، نگذار که بعد از هجرت کردن در مکانی که هجرت کرده بودند در آنجا بمیرند. این حدیث دلالت به آن میکند که وقتی تو به خاطر الله هجرت کردی، باید دعا کنی که خدایا مرا در مهاجرت جانم را کرد، من با همون اجر و پاداش مهاجرت بمیرم. اینجا یک فکر خطا هست بین مهاجران که حتما باید
در وطن گرانده شود یا در وطن مردن رو دعا میکنن. وقتی که تو با هجرت حقیقی از خانه برآمدی و گفتی من ترک این دیار میکنم، من ترک این خاک و این مردم میکنم به خاطر استوار بودن در دینم، در این وقت باید دعا بکنی که خدایا بگذار من با همون هجرتم عمرم را یا جانم را به تو سپارم که پیامبر گفتن امدلی اصحاب هجرتهم، خدایا این هجرت صحابگان مرا، اصحاب مرا تا آخر برسان، پایدارش دار و آنها را به عقبشان بر نگردان. بیچاره سعد ابن خوله هست، یعنی سعد ابن ابی وقاص نه، سعد ابن خوله دیگر که در حجة الوداع ایشان بیمار میشوند، میمیرند و پیامبر میگویند کاش در مکه نمیمرد، کاش در مکانی که هجرت کرده بود یا به جایی که هجرت کرده بود در آنجا میمرد. دعای دیگر خواهران عزیز دعای استخاره است. درباره دعای استخاره بسیاری از خواهران میپرسند و اینجا از جابر ابن عبدالله هست که جابر روایت میکنند که پیامبر حضرت جابر میگویند کان النبی یعلمنا الاستخاره فی الامور کلها کالسوره من القرآن. پیامبر به ما دعای استخاره را در همه کارهایمان تعلیم داده بودند، مانند اینکه سوره از قرآن را آموزانیده باشند. این گپ جابر یا گفتیم این سخن صحابه جلیل دلالت به آن میکند که نماز استخاره، دعای استخاره در نزد پیامبر و در نزد صحابه ها خیلی امر بزرگ بود و مانند اینکه قرآن را یاد بدهند، پیامبر این دعا را به صحابه ها یاد داده بودند و پیامبر گفتند اذا هم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر فریضه ثم یقول. اگر شما به کار عزم کردید، یعنی شما نمیدونید که در این کار خیر است یا نیست و دلها که نه همیشه آرامش دارند، بعضی کارهایی هست که ما میخواهیم بکنیم قلبمون اجازه نمیدهد، اما در این مسئله ما باید کارها را تقسیم کنیم. وقتی مسئله گناه هست، در اینجا نباید به سخن قلبت تو گوش بدهی یا نماز استخاره خونی، یعنی به فلان قهری شوم یا نشوم گویا نماز استخاره نمیخونید، چون قهری شوی در شریعت حرام است. به یگان سفر حرام یا به یگان سفری که در آنجا گناه هست برای رفتن نماز استخاره نمیخونید، یا یک عملی فرضی رو باید انجام دهید، باید شما به سفر حج روید، حج برایتان فرض است، یا اینکه بیمار هستید و باید به نزد طبیب بروید، نماز استخاره نمیخونید، در اینجا به قلب هم گوش نمیدهید، برای اینکه بی عقلی هست که بالای تو یک امر واجبی یا فرضی باشد و بگویید من استخاره میخونم. مانند اینکه به نزد که قصه رو گفته بودن که نزد مدیر می روند، در آنجا مدیر میگه من اول استخاره میخونم بعد شما رو به استازی یا شاگردی میگیرم. برای شاگرد گرفتن که استخاره لازم نیست، شاگرد همیشه مبارک است، در خصوصا این سال و زمانی که مردمی طلب علم کرده خیلی کم هستند. پس استخاره رو کی میخونید؟ در عملهایی که برابر هستند، یعنی حکمشان یک خیلی هست، کدامش رو کردن رو نمیدونید. آیا من عمره کنم یا اینکه همون پولم رو بگیرم و صدقه کنم مثلا، یا به یگان کاری بزرگ استفادهش کنم اگر عمره یکم بار نباشد و بار دویم باشد، یا آیا من سفر کنم به روسیه یا سفر کنم به دولتی دیگر، یا اینکه در اینجا دو دخترک هست کدام آنها رو به خود فاتحه کنم یا کدام داماد رو به خود داماد انتخاب کنیم. در این حالت ها استخاره خوانده می شود، یعنی در عمل های گناه استخاره خوانده به گناه دست نمی زنید، یا در عمل های ثواب و در عمل های ضروری استخاره خوانده اون رو کنم نکنم نه. در این مسئله باید هر چیزی که فرض است و ثواب است انجام دهی، گناه است دور شوی. اما کارهای مباح یا کارهایی که در رتبه درجه برابر هستند، در کدامش رو کردن وقتی خیلی گفتم حیران میمونید و دلتان نه به این است و نه به آن است، در این وقت نماز میخوانید و آن نماز رو پیامبر چی گفتن؟ 2 رکعت نماز بخوانید
بعد از نماز رو خواندن. بعضی علما میگن بعد از سلام دادن، بعضی ها میگن هنوز سلام ندادن. بعد از اللهم اغفر لی رو خواندن این دعا رو بگویید: اللهم انی استخیرک بعلمک، خدایا من از علم تو کمک میپرسم که برای من تو اختیار کن، یعنی راه اختیار رو نشان ده. و استقدیرک بقدرتک، و از علم و از قدرت تو، از توانمندی تو برای خود قدرت میپرسم که به من قوت بده من یکی از این راه ها رو انتخاب کنم. و اسألک من فضلک العظیم، و تو رو از فضل بزرگت میپرسم. فانک تقدر ولا اقدر، به درستی که تو به همه کارها قادر هستی، توانا هستی، من باشد قدرت ندارم. و تعلم ولا اعلم، و تو عاقبت همه چیز رو میدانی، من نمیدانم. و انت علام الغیوب، و تو داننده علم غیب هستی. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فی عاجل امری و عاجله فقدر لی، خدایا اگر بدانی که همین کاری که من الان دو دله هستم، نمیدانم کنم یا نکنم، اگر تو میدانی که در این کار به من خیر است، در دینم، در زندگیم، در عاقبت کارم، در حاضره کارم و کارهای بعدی نام، این کار را به من تقدیر کن، این کار را به من برسان، این امر را به من آسان کن. و این کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فی عاجل امری و عاجله فاصرفه عنی واصرفنی عنه واصرفنی عنه. اگر بدانی که این کار، یعنی همین چیزی که من الان دو دله هستم، بدی دارد در دین من، در زندگیم، در عاقبت کارهایم، در کارهای حاضر و آینده ام، فاصرفه عنی، پس آن را از من دور کن و مرا هم از آن دور کن. وقدر لی الخیر حیث کن، و خیر در هر جای باشد برای من مقدر ساز، برای من نصیب گردان. ثم ردینی بهی، سپس مرا از آن عملم راضی کن و خود هم با معنای دیگر از من راضی شد. و همون کارش را پره بعد از این دعا را گفتن به زبان تاجیکی باشد هم به پروردگار میگوید که من در همین حالت هستم. و این دعا دعای استخاره است. خواهران عزیز توصیه میکنم که حفظ کنید، یعنی ازیاد کنید، ازیاد نباشد، نوشته بماند. هر باری که در چیز دو دل شدید حتما بخونید. و در شرحی حدیث در همین فتح باری میگویند بعد از استخاره خواندن چی کار میکنی؟ در بعضی روایت ها آمده است که اگرچه در سندش صحیح باشد هم تا 7 بار استخاره میخونی تا اینکه خداوند قلبت را به همین کاری که تو کردنی هستی یا که نکنم گویان دو دل هستی آرام میسازد. یعنی به قلب تو پروردگار جایگیر میسازد آرامشی را که تو تصمیمت رو میگیری یا نمیگیری. یعنی خداوند برای تصمیم گرفتن به تو راه رو نشان میدهد، آن هم قلب تو هست. یا اینکه سبب های همون کاری که تو دو دل بودی برایت آسان میکند، یا اینکه سبب های همون کار رو از تو میگیرد که به آن کار رفته رسیده نمیتوانی. یعنی این دعای استخاره کلن به پروردگار در حالتهای دو دلگی سپاریدن امرتان و به پروردگار تکیه کردن که خدایا چی کار کنم، خودت راه را نشان ده، تو میدانی من نمیدانم، خودت قلب مرا به این کار تصمیمش را قوی کن، یا اینکه کلن این کار را از من دور کن. بعد از چند بار خواندن استخاره، 1 بار نشد 2 بار 3 بار، چه خیلی گفتم خداوند یا اون کار را به ما آسان میکند، یا اینکه عموما از اون کار ما دست میکشیم و خداوند تصمیم ما را در قلب ما قوی میکند. اما اینکه بعد از استخاره تو خوب میبینی رنگ سیاه و رنگ سفید و چیزهای دیگر، در این باره دلیل نه آمده است. بعضی از خرافات های بافته مردم است که استخاره خوندی حتما باید خوب ببینی، بعضا خوب نمیبینی، چندین بعضی میشود که به استخاره هم انسان بعضی چیزها را خوب میبیند که انشاءالله درباره خوب ها هم به اذن الله میخوانیم. اما استخاره قلب انسان را آرام میکند. به کاری که کنم یا نکنم گویان دو دل است، پروردگار یک راهش را آسان میکند که سبحان الله پیامبر به صحابگان این دعا را یاد داده بودند، همچون یک آیت یا
سوره قرآن که باید ما هم این دعا رو هم از یاد کنیم، هم به فرزندان خود یاد دهیم. اما نماز استخاره خواهران عزیز، پیامبر گفتن 2 رکعت نماز خوانید. 2 رکعت نماز استخاره نیت میکنید. بهترینش این است که در وقتهایی که مکروه هست نماز خواندن، بعد از نماز بامداد تا آفتاب برآمدن پیشین 10-15 دقیقه بعد از تا شام نخوانید. یعنی در همین وقتهای مکروه بهترینش نخوانید. در دیگر وقتها هر وقت تا که خواستید می توانید 2 رکعت استخاره گویان با قلبتان نیت کرده مثل 2 رکعت سنتی بامداد نماز خوانید. کدام سوره رو خواهید هم میخوانید بعد از سوره فاتحه. فقط در آخر نماز بعد از سلام دادن یا پیش از سلام دادن باشد هم باقی ندارد، این دعای استخاره رو میخوانیم. این بود درس ما از کتاب دعوات یا باب دعاها از صحیح بخاری.